از 22 تا 24 سپتامبر در شهر بوکوی آذربایجان مسابقه سلسله جهانی جودو تحت عنوان باکو گراند سلم 2023 آغاز می شود که در آن 488 جودوکار از 65 کشور دنیا شرکت می کند. تاجیکستان را در این مسابقه محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلوگرم، امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجمیدینов در وزن 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلوگرم، جهانگیر مجیدов در وزن تا 90 کیلوگرم، امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلوگرم، منصور رحمان و شکر محمد میرمحمدov در وزن جمعی 100 کیلوگرم نمایندگی میکند. عین زمان جودوکاران در شهر دوشنبه به تمرین مشغولند. آمادگی در سطح بلند بوده ورزشگران خود را در حال خوب حس میکنند، چون یک هیئت دیگر در بازی‌های آسیایی شرکت می‌ورزد. این گروه با راهبری مربیان پرتجربه به گراند سلم می‌رود. یادآور می‌شویم که فوند عمومی جایزه‌های باکو گراند سلم 150,000 یورو را تشکیل می‌دهد. غالبان هر یک وزن 5,000 یورو، برندگان مدال نقره 3,000 یورو و مدال برنجی 1,500 یورو جایزه پولی دریافت می‌کنند. بجز از این اشتراکچیان صاحب خولهای المپی می‌شوند.